الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه هشتم از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه آیات و احادیث های دیگری که بیانگری بزرگی شرک و ترس از شرک را می دهد به شما بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته به شما بیان نمودیم که شرک این عموم است. شرک اکبر و اصغر را الله سبحانه و تعالی نمی بخشد و این چنین شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب هم همین سخن را بیان کردند که شرک اصغر این بزرگتر از گناه کبیره است. شرک اصغر داخل گناه کبیره نیست بلکه بزرگتر از گناه کبیره است. چخیلی که در کتاب تاریخ نجد صفحه 439 ذکر میکنند و بین شرک اصغر و بین گناه کبیره یا که کبائر فرق میگذارند. میگن که فالشرک والکفر نوع والکبائر نوع آخر والصغائر نوع آخر. ببینید میگن که فالشرك والكفر نوع والكبائر نوع آخر والصغائر نوع آخر، یعنی شرک اکبر، کفر اکبر این یک نمود است که بخشیده نمی شود انسان وقتی که در همین حالت می میرد، و کبائر گناه های کبیره این یک نمود هست که اگر توبه نکرده هم بمیرد این در مشیت اراده الله سبحانه و تعالی است. اما صغائر یعنی شرک اصغر این یک نوع دیگر است. پس عموما شیخ محمد ابن عبدالوهاب شرک اصغر را بالاتر و سختتر و وزنینتر از گناه کبائر می دانستند. وقتی که ما این مسئله را به شما بیان نمودیم، از این یک چند مسئله های کوتاه دیگر به وجود می آید. شاید کسی سوال بکند که اگر ما بگوییم که شرک اصغر این هم یک نمود شرک است که الله سبحانه و تعالی صاحب این شرک را نمی بخشد، آیا این سخن دلالت می کند که کسی که شرک اصغر را انجام داده است کافر است یا مشرک است؟ یعنی به عباره دیگر بگوییم کسی که شرک اصغر را واقع شد، آیا ما انسان را می توانیم که کافر یا مشرک بگوییم؟ جواب: البته ما نمی توانیم که انسانی که شرک اصغر یا که بگوییم شرک اصغر را انجام داده است و به شرک اصغر واقع شده است اون را کافر بگوییم. این به اجماع سلف این امت و به اجماع تمام علمای اهل سنت در جماعت است، چرا که شرک اصغر صاحبش را در آتش جهنم ابدالابد یعنی همیشگی باقی نمیگذارد و این چنین شرک اصغر انسان را کافر نمیکند. پس این دلالت میکند که شرک اصغر این شکننده اسلام نیست. شرک اصغر آدم را کافر نمیکند. شرک اصغر مسلمان را از دایره اسلام بیرون نمیکند. شرک اصغر صاحبش را ابدالابد یعنی همیشگی مثل شرک اکبر در جهنم باقی نمیگذارد. پس شرک اصغر از شرک اکبر درجه اش پایین تر است. و مسئله دیگر این است که ما میگیم وقتی که ما یک انسانی که شرک اصغر کرد بگیم که این شرک اصغر را انجام داد، آیا این دلالت میکند که این انسان بعد از مرگش اگر توبه نکرده بمیرد ابدالابد در دوزخ باقی میماند؟ ما خیلی که پیشتر گفتیم بله، باقی نمیماند. هر کسی که شرک اصغر را انجام داد به یک خطر عظیم گرفتار است. الله سبحانه و تعالی این انسان را نمی بخشد.
البته به قدر شرکش عذاب میکشد، یا در روزی حساب و کتاب الله شرمنده اش میکند، یا که بسیار عملهای صالحش به سبب مقابل شرک اصغر، به خاطر نابود کردن شرک اصغر بسیار عملهای حسناتش نابود میشد، اما انسان را ابدالابد در جهنم باقی نمیگذارد. پس معنای این که ما وقتی که میگوییم که الله سبحانه و تعالی شرک اصغر را نمی بخشد، یعنی کسی که شرک اصغر را انجام داده است الله نمی بخشد، میگوییم معناش چی است؟ معناش این است که الله سبحانه و تعالی روز قیامت انسانی که شرک اصغر را انجام داده است به سبب شرک اصغرش بسیار عملهای حسنات صالح اون را، بسیار عملهای حسنات، ثوابهای بسیاری که دارد، به سبب شرک اصغرش همون ثوابهاش نابود می شود. این دلالت میکند که این بخشیدن نیست، به عوضی یا که به مقابل شرک اصغر حسنات زیادش نابود می شود تا که این انسان داخل جنت شود. یک انسان در روز قیامت می آید که از اهل توحید است اما شرک اصغر را انجام داده است و ثوابهای بینهایت زیاد است، ثوابهای بینهایت زیاد دارد، بسیار ثوابهایش نابود می شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرک اصغر دارد، به خاطر اینکه شرک اصغرش نابود شد و داخل جنت شد. پس شرک اصغر حسناتهای انسان، ثوابهای انسان و خوبیهای انسانی که در این دنیا کرده است در روز آخرت نابود میکند. و همین مسئله را علما مسئله المقاس یا که موازنه میگند، یعنی ترازو گذاشتن در عملهای انسان. و این سخن را البته شیخ عبدالرحمن ابن حسن حفید محمد ابن عبدالوهاب در کتاب قرة العیون الموحدین شرح توحید صفحه 34 ذکر کردن. اما شرک اکبر، البته شرک اکبر صاحبش را همیشه به آتش جهنم داخل میکند و عملی انسان هیچ فایده به انسان نمی بخشد. انسان عملی زیاد کرده باشد، ثوابهای زیاد هم کرده باشد، شرک اکبر که کرد نابود میشد، عملش به تمام نابود میشد. پس من و شما باید بترسیم. اهل توحید از کدام شرک میترسند؟ از شرک اصغر باید بترسیم، چرا که ما شرک اصغر را الحمدلله ترک نمودیم، اما به شرک اصغر واقع شدنمون ممکن است. چه خیلی که حدیث را در آینده به شما بیان میکنیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به امتشان، به موحدین، به صالحین از شرک اصغر میترسیدند. اما انسانهایی که از توحید بیخبرند باید توحید را بیاموزند و از شرک اکبر بترسند تا که در آخرت عاقبت به آتش سوزان جهنم وارد نشوند. بارک الله فیکم. پس این یک مسئله بود. مسئله دیگر، انسانی که شرک اصغر را انجام داده است، به شرک اصغر در این دنیا واقع شده است و توبه نکرده وفات کرده است، آیا در قبرش عذاب میکشد، در قبرش عذاب داده می شود، یا که در عرصات یوم القیامه، در روز قیامت، در وقت حشر، وقتی که از قبرش بیرون می شود، در وقت انتظاری حساب کتاب، در این وقتها آیا اذیت داده می شود، عذاب داده می شود؟ علما خیلی که شیخ علی بن خضیر الخضیر در کتاب شرح کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب الجمع و التجرید فی شرح کتاب التوحید صفحه 72 ذکر میکنن، میگن که ما در این مسئله سخن نمیکنیم، یعنی نمیگویم که انسانی که شرک اصغر را کرد حتما در قبرش عذاب میکشد و حتما در روز قیامت عذابهای معینی مخصوص برای شرک اصغر وجود دارد، نمیگویم. در این مسئله ما اثبات یا که انکار نمیکنیم، برای اینکه دلیل وجود ندارد. بله دلیل های عموم هست که هر کسی که گناهگار باشد به قدر گناهش عذاب میکشد، اما شرک اصغر کی به همون گناهی کرده اش که شرک اصغر است کی عذاب میکشد؟ در وقت حساب کتاب یا بسیار عملهایش نابود می شود، یا که الله سبحانه و تعالی شرمنده اش میکند. خیلی که دیروز در حدیث گفتیم انسان های ریاکار را میگوید
که بروید اذهبوا الى من کنتم تراؤون فی الدنیا فلیجدون عندهم شیئا، بروید به نزد همون کسانی که شما عملهایتون را به همونها نشان میدادید، آیا در نزدشان اون چیزی مییابید؟ این هم یک خواری و ذلی و ذلت است یا که به آتش جهنم میدارد. اما در مسئله یعنی انجام دهندگان شرک اصغر که آیا در قبر عذاب میکشند یا که در عرصات روز قیامت که پیش از حساب کتاب عذاب میکشند، در این مسئله یعنی چیزی گفته نشده است. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر این است که آیا کفر اصغر به مانند شرک اصغر است که بخشیده نمی شود؟ یعنی ما میگوییم که ما شرک اکبر داریم و مقابل شرک اکبر کفر اکبر، یعنی شرک اکبر و کفر اکبر هر دوش یک حکم دارد. کفر عموم است، شرک هم به درون کفر داخل می شود. یکی از نمودهای کفر شرک است و بزرگترین کفر است، یعنی بزرگترین کفر این شرک است. هر کسی که به کفر اکبر یا که به شرک اکبر واقع شد توبه نکرد و در همین حالت فوتید، البته جایش جهنم است، خالدا مخلدا فی النار است. باقی میماند شرک اصغر و کفر اصغر. شرک اکبر، شرک اصغر، کفر اکبر، کفر اصغر، یعنی شرک میده و کفر میده. شرک میده معروف است که بخشیده نمی شود، اما سوال اینجاست که کفر میده هم آیا مثل شرک میده، کفر اصغر هم آیا مثل شرک اصغر است؟ البته نه، چرا که آیت در مسئله شرک آمده شده است که الله میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله نمی بخشد کسانی را که به الله شرک آوردند. در اینجا کلمه کفر نشده شده است. به همین خاطر کفر اصغر را به مانند شرک اصغر نمیگوییم، بلکه کفر اصغر این به مانند گناه کبیر است. بارک الله فیکم. یعنی کفر اصغر این گناه کبیره است، داخل می شود به درجه گناه کبیره، اما شرک اصغر از گناه کبیره درجه اش بالا است. و مسئله دیگری که فهمیدنش به نهایت ضرور است این که کسی که به شرک واقع شده است، اکبر یا اصغر، جهل عذر می شود؟ آیا ما می توانیم بگوییم که این انسان یعنی به شرک واقع شد، ما انسان را مشرک گفته نمی توانیم، کافر گفته نمی توانیم، برای این که این عذر دارد؟ عذرش چیست؟ جاهل است، نفهمید، ندانست، به همین خاطر این به شرک واقع شد، اما ما این را مشرک گفته نمی توانیم. آیا ممکن است که جهل به شرک عذر بشود؟ بارک الله فیکم. البته در این مسئله هیچ اختلاف در بین اهل سنت و الجماعت که سلف این امت بودند، یعنی از صحابگان و تابعین و تبع التابعین، اختلاف نیست که هر کسی که به شرک واقع شد جهل عذر نیست، یعنی در مسئله شرک جهل عذر نیست. و همین اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب است. حتی محمد ابن عبدالوهاب در این مسئله کتاب نشاند که نامش یعنی مفید المستفید فی کفر تارک التوحید، یا که بیان میکنند در نواقض الاسلام این مسئله را بیان میکنند، یا که در دو سه جای کتاب کشف الشبهات این مسئله را آشکار بیان میکنند که در مسئله شرک جهل عذر نیست و هیچگاه جهل این سببی یعنی نجات انسان نمیگردد. یعنی نفهمیده هم شرک را انجام دادد و مشرک است و کافر است. و این چنین در این مسئله بهترین کتاب را پسر محمد ابن عبدالوهاب، عبدالله محمد ابن عبدالوهاب، عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب، یا که عبدالرحمن، یا که عبدالرحمن که البته به یکی از عذر دهنده ها در مسئله شرک رد میزنند که داود ابن جرجیس بود، در کتاب القول الفصل في الرد على داود ابن جرجیس، یا که پسر عبدالرحمن
یعنی بگویم نبیره باز یکی از نبیره های محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اسحاق کتاب می نویسند در مسئله تکفیر معین و جهل بالعذر و این چنین دیگر از علمای نجد یک چند کتاب اینو نوشتند. یکی عبدالله ابا بطین که کتاب می نویسند نام کتابشون انتصار است و البته همه این کتاب ها وجود دارد و همه این رسائل ها در درون کتاب الدر الرسانیه فی الاجوبه النجدیه وجود دارد که یک چند کتاب است. یکی شیخ علی بن خضیر الخضیر در مسئله یعنی آیا جهل در مسئله شرک عذر می شود نمی شود ذکر میکنند و اجماع علما رو نقل میکنند که در این مسئله علمای سلف اجماع میکنند که جهل در مسئله شرک عذر نیست. هر کسی که جاهل از سبب جهل هم اگر شرک رو انجام دهد این انسان مشرک است. اگر حجت نرسیده باشد هم، دلیل نرسیده باشد هم، قرآن و سنت نرسیده باشد هم، ما انسان را مشرک میگیم. اگر در بین مسلمان ها زندگی کند، قرآن وجود داشته باشد، مساجد وجود داشته باشد، علما وجود داشته باشد، شرک را انجام دهد، این مشرک است و این البته کافر است و این با همین حالت وفات بکند خالدا مخلدا فی النار است و خون مالش حلال است. اما اگر در یک منطقه زندگی بکند که قرآن وجود نداشته باشد، علما وجود نداشته باشد، امکان فهمیدن وجود نداشته باشد و در حقیقت جاهل باشد و جهل حقیقی باشد و از همین جهت به شرک واقع شود و گمان کند که شرک این هدایت است، به شرک واقع شود، این را هم مشرک گفته می شود. اما این را یعنی هیچگاه خالدا مخلدا فی النار گفته نمی شود، بلکه حکم این در روز قیامت در مشیت الله است. الله امتحان میکند، چخیلی که در این مسئله اهل سنت و جماعت اتفاق کردند و احادیث ها دلالت بر همین میکند و حکم این حکم اهل فطرت است. اما در این دنیا ما این انسان رو کافر میگیم. مثلا یک انسان نو به اسلام در آمد، حدیث و عهد بالاسلام است، نفهمید، از سبب ندانستن، از سبب در حقیقت نفهمیدن شرک را انجام داد، گمان کرد که همین شرک اسلام است. ما انسان را آیا میگیم که خیلی نو به اسلام در آمده بود عذر دارد جاهل است؟ میگویم نه، میگیم که مشرک است، این کافر شد، حکمش کفر است، حکمش شرک یعنی مشرک است. برای آنکه شرک و توحید در یک جا جمع شدنش ناممکن است. وقتی که شرک را کردی اسم توحید از تو نابود می شود و این انسان صفتی شرک را یعنی حکم شرک را میگیرد که این مشرک است. اما این انسان را قتل کردنش حرام است، خون مال این انسان حرام است و این انسان در روز قیامت البته عذاب داده نمی شود تا همان زمانی که الله امتحان نکند که به این آیات ها دلالت میکند که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجة علی الله بعد الرسل و غیر از این، که البته این مسئله ها رو ما اشکارا واضحا با تفصیل وسیع کرده در ان شاء الله جای خودش باز بیان میکنیم. پس در شرک اکبر در یگان حالت جهل عذر نیست. هر کسی که جهل رو در شرک اکبر عذر میداند این از مذهب اهل سنت و الجماعت در همین مسئله بیرون شده است. کسی نباشد، این سخنی بنده نیست، این سخنی علما و مشایخ و سلف این امت از اهل سنت و الجماعت است. هر کسی که مشرک را به سبب جهل عذر میدهد، به مشرک عذر میدهد، جهلش عذر است میگد، این از اهل سنت و الجماعت بیرون شده است. و در مسئله شرک اصغر آیا جهل عذر است یا نیست؟ البته شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید حق الله علی العبید در باب لبس الحلقه والخیط الى آخرش ذکر میکنند که هر کسی که به شرک اصغر واقع شده است انه لم یعذر بالجهاله، در شرک اصغر هم به سبب جهل عذر داده نمیشد. یعنی جهل در شرک اصغر هم عذر نیست میگند. اما علما میگند در شرح این کتاب که این من باب تغلیظ است، یعنی من باب سختگیری، من باب مردم را ترسانیدن بود، من باب یعنی تعزیر، من باب زجر، من باب تغلیظ، من باب تعزیر و غیره بود. اما قول راجح این که میگن چخیلی که عبدالله پسر محمد ابن عبدالوهاب در کتاب الرسائل والمسائل ذکر میکنند، اومده است که در کتاب الرسائل والمسائل یعنی قسم اول اینچنین جزء اول صفحه 200 تا 202 دو صفحه در اینجا ذکر میکنند و میگن که
یعنی زمانی که شیخ عبدالله پرسیده شدند از قسم خوردن به غیر الله، یعنی هر کسی که به غیر الله قسم خورد، اما این قسم خوردنش چگونه باشد؟ از سبب جاهلی، یعنی جاهل باشد، ندانسته، نفهمیده، غیر الله به الله برابر نکرده، غیر الله از الله بالا نگرفته، یعنی به دین الله، به رسولش، به قرآن و سنت دشمنی نکرده، اعتقاد افضلیت نداده به همون غیر الله و بزرگیش را به الله بزرگ نشماریده و الله را از این بزرگ شماریده. چخیلی که بسیار جاهل ها امروز قسم به غیر الله میخورد، اما غیر الله را البته از الله پس میداند و غیر الله را یک چیزی ناچیز میداند، با وجود همین یک به شرک اصغر واقع میشود. همچنین انسان ها آیا عذر دارد یا ندارد؟ سوال میشوند شیخ عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب که جواب میدن، میگن که ظاهر مسئله همین است که در این حالت ها میگند این چنین انسان در مسئله شرک اصغر اگر ندانستند، نفهمیده، در حقیقت غیر دشمنی، یگان دشمنی به الله و رسولش نکرده، اعتقاد نکرده، یعنی همین چیز افضلیتش به یا که برتریش به یا که جایز بودنش به یا که بزرگ بودنش به، بلکه الله به اعتقاد داشته باشد، الله بزرگ شمارد، لیکن این چنین قسم بخورد، میگن در این حالت جهل و عذر است. میگن ان الذي يجهل مثل ذلك يعذر بالجهل، میگن لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغ الرسالة. پس این دلالت میکند که در این حالت، در بعض حالت یا که در بسیار حالت در شرک اصغر جهل و عذر است، اما وقتی که علما در بین انسان ها وجود دارد، وقتی که انسان دیده و دانسته به شرک اصغر واقع میشود، در این حالت جهل و عذر نیست، خیلی که ما از مفهوم المخالفه سخن شیخ محمد بن عبدالوهاب بیان نمودیم. بارک الله فیکم. این آیتی که ما از سوره نساء به شما بیان نمودیم که سوره نساء آیت 48 است که الله میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، هر آینه البته الله نمی بخشد کسی را که به الله شریک قرار بیاد، شرک را الله نمی بخشد و صاحب شرک را، هر کسی که شرک را انجام داده است نمی بخشد و بجز این دیگر چیز را به کسی خواهد می بخشد. این آیت به کدام زمان دلالت میکند؟ بعد از مرگ. این آیت دلالتش بعد از مرگ است، یعنی این آیت مقید به مرگ است. وقتی که انسان در حالت یعنی شرک، یعنی در حالت مشرکی وفات بکند، بعد الله نمی بخشد. اما تا وقتی مردن انسان وقت دارد. الله سبحانه و تعالی توبه هر انسان را تا وقتی مردن البته قبول میکند. باید توبه کنید. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پس توبه کند پیش از مرگش، الله سبحانه و تعالی توبهش را قبول میکند. پس این مسئله های بود که کوتاه است لیکن مهم است برای فهمیدنش تا که مسئله شرک به شما آشکارتر و واضحتر شود. این آیت بزرگ سوره نساء آیت 48 دلالت میکند که ما باید از شرک بترسیم. شرک اکبر به خودش عذر ندارد بجز یگانه عذر که اکراه است. وقتی که انسان یعنی مکره شد، وقتی که انسان رو کسی مجبور کرد به قتل و غیره، در این حالت اگر یعنی در حالت اکراه شرک رو انجام دهد، بخشیده شده از خیلی که الله سبحانه و تعالی میگوید و من كفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح صدرا بالكفر. پس ما باید بترسیم و از کفر و شرک اکبر و اصغر خود را نگه داریم. این اولین آیتی که در این مسئله بود، بحمد الله ما به پایان رسوندیم. آیت دیگری که دلالت میکند که ما باید از شرک اکبر و اصغر بترسیم و پرهیز نماییم و دعا بکنیم که الله ما را از این نمودی کفر و از این نمودی گناه بزرگ شرک نجات بدهد. این آیت است که دعای ابراهیم علیه السلام را دلالت میکند. الله سبحانه و تعالی به ما خبر میدهد که ابراهیم الخلیل، یکی از پیامبران اولو العزم، دعا میکردند و میگفتند که وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام. الله، ای الله در تقدیرش
من و فرزندانمون را از بت پرستی نگه بدار. و جنوبنی از اجتناب، یعنی از بت پرستی، از صنم پرستی، بت پرستی، صنم یعنی بت، هیکل پرستی، ما را نگه بدار. امروز بجای هیکل انسان ها درخت را گرفتند، امروز مزار را گرفتند، امروز یعنی مقبره را گرفتند. ببینید این آیت چگونه دلالت میکند. اگر ابراهیم الخلیل، یکی از افضل ترین رسول بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، خلیل الله، نزدیکترین دوست الله، آنی که الله من شما را امر کرد که پیروش بشویم در مسئله توحید، ملت ابراهیم الحنیف گفت. ملت ابراهیم ملت توحید گفت الله، من شما را امر کرد که پیروش بشویم. ابراهیمی که توحید را تحقیق نمود، 100% تحقیق نمود، همون ابراهیم باز از شرک می ترسید. همون ابراهیم علیه السلام، ابراهیم الخلیل، رسول الله، یکی از بزرگترین پیامبران اولوالعزم، از واقع شدن به شرک، از شرک می ترسید و همیشه دعا می کرد که ای الله، مرا و فرزندان مرا از بت پرستی، از شرک اکبر البته دور نگه بدار، اجتناب را نصیب بکن. الله اکبر. اگر ابراهیم علیه السلام بترسند و دعا بکنند و همیشه در حالت احتیاط باشند، پس من و شما چی؟ امروز من و شما باید زیادتر، سختتر از ابراهیم علیه السلام باشیم، چرا که ابراهیم علیه السلام نبی الله، رسول الله بودند، خلیل الله بودند صلی الله علیه و سلم، تحقیق توحید کرده بودند. اما امروز مردم اصلا پروای از شرک ندارند، از شرک نمی ترسند، از سخنشان سخنهای شرکی میبرد، پروا ندارند. اعتقادات شرکی دارند، پروا ندارند. عملهای شرکی دارند، پروا ندارند. به دست و پایهایشان رشته‌چه ها میبندند. اینها به خودشان تومورها دارند. اینها سبحان الله به خاطر پیشرفت تجارتشان به چقدر شرکیات ها واقع شدند. امروز مسلمان ها به ساحران و فالبین و جادوگران نزدیکند و میروند و اعتقاد دارند. سبحان الله، چقدر مسلمان ها را میبینید که به نام اسلام مزار پرست است و قبر پرست است. اصلا شرک را توحید میداند، شرک را دین میداند. چگونه ای که اهل بدعت به من و شما، به مسلمان های من، خیلی که مسلمان های عادی هستند، این عقیده را وارد کرده است. پس باید بترسیم. وقتی که انسان از شرک میترسد، پس شرک را ترک میکند. بعد از این از شرک دور میشود، خودش را احتیاط میکند. چگونه که شما اگر از یک کسلی بترسید، خود را احتیاط میکنید. مثلا شما سرما خورده هستید، شمال کشیده میگیم، همیشه خود را احتیاط میکنید که بناگاه باز یگان خنوکی به شما تاثیر نکند. همیشه خودتان را احتیاط میکنید، غذاهای معین میخورید. شما میترسید که کسل میشوید، به همین خاطر خودتان را نگاه بین میکنید. اینچنین ترس از شرک هم از آدم موحد حقیقی به وجود می آید. وقتی که از شرک می ترسید، خودتان را معالجه می کنید، خودتان را نگه می دارید، خودتان را احتیاط می کنید که بناگاه به شرک واقع نشوم. انمین است عین کمال توحید، انمین است درجه بالاترین و رتبه بالاترینی ترک شرک و رسیدن به قله توحید. پس بارک الله فیکم. این ابراهیم علیه السلام بودند که دعا میکردند و ندا میکردند که ای الله، مرا و فرزندانمان را از بت پرستی، از صنم پرستی نجات بده. میترسیدند، ابراهیم علیه السلام میترسیدند. پس این دلالت میکند که انسان چقدری که به الله نزدیک شود، چقدری که به توحید میسر شود و موفق شود،
چقدری که توحید را تحقیق نماید همان قدر از شرک دور می شود، شرک را ترک می کند و همان قدر سختتر از شرک می ترسد. اما انسان چقدری که از توحید دور باشد همان قدر از شرک نائل می شود، همان قدر به شرک واقع می شود، همان قدر در مسئله شرک بی‌پروا است. برادران و خواهری بزرگوارم، امروز نظر بکنید، هر کسی که به شرک بی‌پروا است نظر بکنید، ببینید کسی که اصلا در مسئله شرک خبر ندارد، بی‌پروا است، اصلا غم ندارد، یعنی شرک را اصلا به اعتبار نمیگیرد، ببینید که جانب توحیدش چگونه است. میبینید که توحیدش اصلا یا وجود ندارد یا که به نهایت ضعیف است. به همین خاطر شرک در نزدش بزرگ نیست. به همین خاطر شرک را چیزی بزرگ و از شرک نمی ترسد. پس برادران و خواهر عزیزم، بارک الله فیکم، این بود سخن امروزه ما. من فکر میکنم باذن الله حلقه آینده چهارمین قسم ترس از شرک، حدیث هایی که در این مسئله